دوستان خوبم، سلام. با آموزش حل مشکل اینترنت پوکو در خدمتتون هستم. کلا شیائومی وقتی گوشی رو تازه خریداری میکنید متوجه مشکل اینترنتش میشید که متاسفانه هیچ چیزی رو بالا نمیاره. من الان وارد گوگل پلی که بشم جواب نمیده، کلا مشکل اینترنت واسه من میزنه و راه حل این داستان اینه که شما فقط کافیه، حالا من وارد مارکت هم بشم که شما خیلی راحت‌تر مشکل اینترنتش رو متوجه بشید. ببینید کلا مشکل اینترنت میاره. راه حل این داستان اینه که باید شما وارد تنظیمات بشید، وارد قسمت موبایل نتورک بشید و اون سیم کارتی که روش اینترنت فعال دارید رو انتخاب میکنید، اکسس پوینت نیم رو انتخاب میکنید و واردش میشید. اینجا تو قسمت پروکسی میبینید که خودش یه دونه پروکسی واسهتون گذاشته، اینو شما به صورت کامل حذف میکنید و اینجا اینو سیوش میکنید. سیوش که بکنید خیلی راحت میبینید که اینترنتتون دوباره بالا میاره و شما وارد مارکت هم که بشید اینجا واسهتون جواب میده. الان